مطرح شده درباره این که اگر همه علوم نزد امام هست چرا در ضربت خوردن امام علی علیه السلام طبیب حاضر کردند؟ چند نکته رو توجه داشته باشن. نکته اول این که امام شأن داشتن همه علوم رو داره، بخواهد بداند میداند، بله. ولی خیلی از موارد نمیخواهد بداند، چون ندانستن بهتر است از دانستن. درسته. گفتن آقا اجازه میدید پزشک بیاریم؟ فرمود هر کار. ازم نمیدونست که چه اتفاق خواهد افتاد، میتونست بدونه، حتی پیغمبرم بهش گفته بود که درسته. در این حال اون روش طبیعی و عادی مردم رو کنار نمیذاره که برای من و شما اسوه و الگو باشه. بله. ولی اگه میگفت که نه من طبیب میخوام چیکار کنم، ما هم هر وقت خواستیم به پزشک مراجعه بکنیم میگفتیم که خب امام ما که پزشک قبول نکرد، پس ما به پزشک مراجعه نکنیم. درسته. اصلا درست نیست ما به پزشک مراجعه